خب بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای این کماند ها که است unfortunately که نمانش داریم و نه پرمختگ استور اڈینز اپلیکیشن آورده میتونین، ویدیو آوردن میتونین، آنلاین ایزاره میتونین که استور کنین یا استور شده را استفاده کنین که در نت باشه یا میتونین که اکسپورت کنین، روان کنین. تو این میمانیم یک روز که ما بخیر نت استفاده کنین. اینجا گن کماند است و در ریویو تایم انشاءالله در این کماند باید نت ضرور استفاده میکنیم. ترانسلیت و سمارت لوکاپ و اینجا نت ضرورت که میشد انشاءالله تو باشد پرمختگ هم نت فعال کنم. اگر نشد ما باید یک روز مودیم بخیر میارم از کدام چی؟ اینی کماند ها که است و اینی باز برای چی میکنیم؟ درس میکنیم. دی هم یگان کماند ها در فایل تا بس اکسپورت و شیر کردن یگان معلومات آیدی جور کردن یا مایکروسافت آیدی که جور میکنیم خیر اونو میخونیم. سخت نیست، یعنی آسانی نیست که کلیک کنی و کماند برای تو با جور میتا. خب میم ای کماند ها که است ای تنها استور مردینز اینی دو دانه در 2016 آمده و آنلاین ویدیو که است ای در 2013 آمده بود. اول میم امروز که شاگردا بحث بکنیم بحث با لینک میشه. چیز؟ لینک. لینک به معنی خود ارتباط است. چیز؟ ارتباط. There are three kinds of link. سه قسم لینک داره. یک داره پس لینک خواندین یا نه؟ ها؟ دوم hyperlink بیس. سوم خود چی؟ hyperlink. hyperlink base دیگهش hyperlink. hyperlink شاگردا با چهار قسم است. با چند قسم است؟ existing file or web page placed in this documents create new documents wa email address. چی باشه؟ ایمیل addresses. چرا؟ یا بودی بطی ورق یک چی باشه؟ یا دیگران استیران و بیران چی گه باشه؟ کنترول پلس کی شرکت hyperlink هستی؟ کی؟ کی کا برش میگه کا نیست کی؟ کابور. پس لینک شاگردا شما خواندین کجا بود؟ آفرین. کاپی اینجا که می آمدی؟ اسپیشال پس لینک بود یا نبود؟ بر شکل ارتباط می آورد. دوام کماند است hyperlink base. hyperlink base property نخواندیم تا حالا.
اینجاست چیست؟ امروز کم معلومات میتونم درباره ازی هم و سیام که هست؟ کدام کماند است؟ hyperlink. اینجا کلیک کن. خود hyperlink بچند قسم است؟ Is this a web page? Place in this document? Create new document? MLS است. اینجا نوشته است. هر کدام جدا کار میکنن. خود هم مسیج که باز میکنی شاگرد کنترل پلاس کی شارت کردش است. کنترل پلاس وره؟ کنترل پلاس کی که پریس کنه hyperlink باز میشه. hyperlink زمان شاگرد استفاده میکنه مثل که در اینترنت که بودی که یک صفحه با شکل هوم پیج باشه که هر طرف کلیک میکنه که لینک باشه اما باز میشه. مثال یا ما میشم که یک پیکچر باز میکنه چی؟ پیکچر انتخاب میکنه hyperlink existing براوز است recent است کجاست پیکچر جش پیدا کن بپال اینی بسته پیکچر باید باز شد که کلیک میکنه کنترل بگی فولدرش باید بکنم چرا که رسید پس بیم hyperlink کجاست پیکچر اینجا می اینجا آنلاین میارم آنلاین هم نیست کدام کمان باید کلیک کنیم این کمان میری کمان پیکچر کدام all files اینی پیش کلیک کنی عکس باز باشن یعنی جمالی رقمی نوشته کنیم F you want to open Excel file click here सारी मामे हम के यहीं जा एक्सेल फाइल है ने ये क्या क्लिक करी कौन फाइल बाशे या हमेशा शगेला if you want to open picture no click here اینجا نوشته کردم میتونم اگه اینجا نوشته نکرده اینجا بیا نوشته کن اچی که نوشته کردی کلیک هیر ضرور نیست یک مسیج بالایی به چه کسی بتا رو مسیج که میخواید چی باز میکنم عکس گب نزن اینجا رو کلیک کنی او بالای مسیج دیدی یا ندیدی؟ دیدی که من خدا مسیج اینجا کستا چیه؟ دلت اینجا کیا چیز نوشته میکنی میشه که شکل را با مو شکل هم پیج جور میکنیم کنترل پلس ویدیو یا آدیو اینجا کلیک میکنی یا دیگه چه نوشته میکنیم اینجا کلیک میکنم sound music simple all files this one okay کلیک میکنم sound میشه که ویدیو بیاری اگر ویدیو میاری کلیک اینجا کن hyperlink ویدیو all files ویدیو اگر یک نفر بر شما سوال کنه از درس بیرون دسکرین باید ویدیو پلی شو کجا؟ در پروگرام ورد مثل که پاورپوینت پلی میشه شما باید به اینجا مور کامرس کلیک
customized variable. More command, developer tab, control, article. Okay. اینجا کنترل آمد یا نامد؟ اینجا کلیک کو، باز اینجا کلیک کو. اینجا کلیک کردی، اینی کلیک کو. اینجا که کلیک کردین باز ویندوز میڈیا پلیر باز کنین. اسکرین آمد یا نامد؟ سر ایزی ریڈ کلیک کنین، پراپرٹی. پراپرٹی کے آمد این کسٹم دی. کسٹم کے آمد این براؤز. براؤز دا براؤز والی ویڈیو پیدا کریں. और के प्ले में कि नहीं इन जब यार इरा डिजाइन मोड से ने साथ चिकिश नहीं आने जब प्रोग्राम वर्ड हम शमा वीडियो प्ले करें करें خب اینی بود هایپرلینک اول بخشش. فهمیدین؟ یعنی میتونیم ویدیو و آدیو فایل و به شکل لینک بیاریم پیج جور میکنم. استاد میدونی صفحه خود بود ولی هیچ چند جوری بود. خیر در ریکارد است باز نوتش کو استپ بای استپ. سم نوتش کو استپ بای استپ باز نوتش کو. میگم که داکومنت موجوده مثال equal RMD قوس شروع قوس بند don't talk چند ورق داریم؟ 24 در آخر ورق هستم میخوام در سر ورق میرم کنترل پلاس هوم کنترل پلاس انت هم شرکتش هست بناس اینجا top of the page میرم اینجا کلیک بکنم سر ورق آمد یا نه؟ اینجا کجا آمدی؟ سر ورق اینجا کلیک کنید همیشه یک معلومات میاره در آخر ورق در سر ورق هدینگ خواندی یا نخواندی؟ مثلا یک جا ما هدینگ جور میکنم کنترول آلت ون شرکت هدینگ ون بود یا نبود؟ بوکمارک معنی یک جه نشانی کردن علی امروز بخیر میخوانیم आगे की जबी अपर लिंक हेडिंग द काबुल में क्लिक को द हेडिंग काबुल में दिया नहीं दुआम द बुकमार्क में हर चंद दाना के बोश एक नहीं चंदी दाना के बोश इनके बुकमार्क यानी अवल میتونستیم که ویدیو آدیو فایل و عکس ببریم او رو باز کنیم دوام از داکومنت بیرون نمیره داکومنت خوب میشناسید که ورق یا ورق ها به نام داکومنت یاد میشه میشه که یک ورق باشه میشه که چندین ورق باشه این به نام چی یاد میشه داکومنت create new create ورق new document داکومنت نو جور کردن میتوانیم چک سم ببینید شاید ما در این ورق هستیم درباره مثال اینی معلومات یا درباره اینجاست گرامر است گرامر آمد ما میخوایم اگر در گرامر نیو داکومنت میخوای سر ازی کلیک میکنم با شکل لینک برش میتم چی میتم لینک اینجا میم هایپر لینک نو اگر میخواستی که نیو داکومنت جور کنی به نام گرامر اونجا باید ثبت شوه به نام مای نوت کجا ثبت میشه کجا ثبت میشه داکومنت ثبت میشه
چی وقت باید باز شوه پسانی هم یاله اما تو که داکومنت نیست پسند باز شوه پسند بایی مانا که اینجا با می کلیک کنیم سرش باز آله باز میشه بنامی چی هست؟ مای نوت هست نیست ای کجا ثبت است مای نوت؟ میرم داکومنت میبینم ثبت است نیست ما میگیم که اینجا که ما در هایپرلینک میم اینجا به ادرس تبدیل میکنیم چی میکنیم؟ ما یک ادرس میکنیم اونجا به گرامر ما از ما باید شو سب شو اوکی جور میکنی اول میرم مثال در سی ڈرائیو ما میکنیم در سی ڈرائیو کنٹرول آلت شفت یعنی این که ما فولدر جور میکنیم اینجا میم بنام نوت یک فولدر جور میکنیم دیگه خالی چیزم نیست از چیزا ما میگم که دی به دیتا بیه که دی دیتا بیه اول باید کجا بریم پراپرتی ادوانس اینجا باید نوشته کنیم کدام درایو است سی دبل دات سلش نوت سلش اوکی آره بیا اینجا در هایپرلینک کجا معلومات ثبت میشه در درایو سی در فولدری نوت با کدام با گرامر اونجا که فرست چپتر پسند باز میکنی حالا که کلیک کنی گرامر خلاص شده فرست چپتر کجا حساب میشه معلومات میشه که تراخیر دیگه معلومات تو اینجا ثبت میشه ببین دو کمان خواندین هم اونو هایپرلینک بیس خواندین و ترس دادن هست نیست و هم اینجا دیگه کسی بیخی پروگرام اور خوب یاد گرفته میتونه که یک دفعه خوانده باشه خوانده چی که درد دادم باشه یک دفعه ولی بیشینه خوب بیخی یا نیزی مزه میکنه کسی که نواز خوب هم یاد میگیره خوب 50-50 اشکال خوری نیست سیوم سیمیل ادرس ثبت میکنه مثال بنامی جان اینجا باید فایل برای ما نشان بده خوب ایمیل که میکنیم بجان ارت yahoo.com سلام اوکی حالا که بجان کلیک کنی اتومات بجان چی روان میشه؟ ایمیل روان میکنه نیکست استری که باید پروگرام بنامش یاد میشه هر چیز که روان میکنه وصلت طب ماشي وصلت نه بدون configuration نه خو نه اینترنت باید باشه ولس که نتورک باشه ببینی یعنی کنفیگری چی باید باشه پروگرامی هایپرلینک فهمیدی چهار قسمشان فهمیدی تو ببینید شما اولش خو میتونید ویدیو آدیو فایل چیزا بیارم دوم میتونید در داکومنت موجوده از یک جای به دیگه جای بریم یعنی با هیدر و بوکمارک سوم که است میتونیم که یک داکومنت ناو ثبت کنیم و اونجا بریم چهارم که است میتونیم که ایمیل رو سارا ثبت کنیم یک نفر ایمیل در میباب شده مشکلی لیز در ارتیکل بگید در سر صفحه میبوده دیگه میتونیم که در فوتر بریم در هر صفحه در زیر فوتر نوشتهش با یک دفعه که آورد میده کلیک خوب سوال است یک دارم باز بیار همون شکل نکلیک دیگه نوشته که چی داره بوکمارک